که کمک به اختلالات هورمونی هم توی خانم‌ها هم توی آقایون میکنه. اینا چیزایی هستن که معمولا تو طول روز ازشون استفاده میکنیم، واسه همین بهتره که انتخابای بهتر داشته باشیم. اولیش کنسروهای مواد غذایی، مثلا کنسرو تن ماهی یا کنسرو لوبیا، یه ماده‌ای دارن به اسم BPA توی جدارشون که BPA باعث اختلالات هورمونی میشه هم توی خانم‌ها هم توی آقایون. ظرفای تفلون یا نچسبی که برای درست کردن غذا استفاده می‌کنیم، اینا ماده شیمیایی دارن، ارتباط مستقیمی با هم خوردن هورمونا داره، هم توی خانم‌ها هم توی آقایون. سومیش یه سری از عطرها، اتکلان‌ها، بادی اسپرش‌ها، بادی میست‌هایی هستش که استفاده می‌کنیم، هم پارابن دارن هم فتالات دارن و اینها ارتباط مستقیمی با اختلالات هورمونی دارن. بعد یه سری از کرم‌ها و بادی لوشن‌هایی که برای پوست صورت، پوست بدن استفاده می‌کنیم، دوباره اینها میتونن پارابن داشته باشن و پارابن میاد مثلا هورمون استروژن رو توی بدن تقلید میکنه و یا باعث بلا کردن هورمون استروژن میشه و این باعث به هم خوردن هورمونا و بلنسشون میشه. بعد از اون مواد آب معدنی و یا ظروف پلاستیکی که مواد غذایی رو توشون نگه می‌داریم، مثلا این ظرفایی هستن که غذا میبریم سر کار، اگه پلاستیکی باشن یه ماده به اسم BPA توی ساختارشون هست که این BPA دوباره باعث به هم خوردن و اختلالات هورمونی میشه. این مسئله خیلی مهمه، مخصوصا برای خانمایی که مشکلات هورمونی دارن و یا آقایونی که مشکلات هورمونی دارن و سعی در تعادل و بالانس کردن هورموناشون دارن.